میگویند رشد جامعه و آینده کشور از رشد ساحه معارف وابستگی کلان دارد. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان علم و معارف را همچون یکی از ساحه‌های مهم ارزیابی کرده برای معرفت‌ناکی اهالی کشور و تدریجاً بهتر نمودن وضع اجتماعی کارمندان ساحه علم و معارف منتظم تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند در اساس دستور و سپارش‌های رهبری دولت بهر تطبیق هدف‌های حکومت کشور تلاش می‌ورزد. بخشیده بحث چهارمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز دانش در دهه چهارباغ جماعت دهاتی کوسه‌تراش بینای علاوگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 81 در فضای تنتنوی با اشتراک سردار ریاست اگنتی وزارت معارف در ولایت سوخت اکمل عاقل‌زاده، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده مورد استفاده قرار گرفت. بینای علاوگی از 7 صنفخانه عبارت بوده. من بعد طلبگان در صنفخانه‌های برهوا در شرایط مساعد تحصیل با آموختن علم و دانش فرا گرفته خواهند شد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت مکتب و معارف توجهی کلان دارند. در مکتب ما هم یک چند صنفخانه‌های علاوگی ساخته شده امروز به فعالیت شروع نموده ایستاده است. ما به حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان منتداری خود را بیان نموده جوابا به این غم‌آوری آن شخص ما کوشش می‌نماییم که همه خوانندگان را دانششان و سطح بلند برداشته به آزمون‌های دوره جمهوری فروغ صوفی دانایی علم فروغ معرفت و دیگر آزمون‌ها تیار نماییم. از فرصت مناسب استفاده برده من آموزگاران مهمانان گرامی و خوانندگان را به سرشوی آغاز سال تحصیل تبریک و مبارکباد نموده به همه آنها سلامتی عمر دراز و خواهان آنم که در آینده یک شخص‌های معتبر شده و خلق و وطن ما خدمت میکنند. من رحمانова فرزانه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 81 شهر پنجکند دهه چهارباغ می باشم و باعث خرسندی و سرفرازی است که با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در کشورمان آزمون و المپیاده ها تشکیل شده ایستاده است و ما خوانندگان کوشش میکنیم که در چنین آزمون و المپیاده ها اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان بگردیم و در دانشگاه های خارجی و هم در دانشگاه های دولتی خودمان خوانده تحصیل نماییم و نامبردار خلق و وطن خویش باشیم. از برای این وطن جان را فدا سازم کم است، هم برای خدمتش خود را ادا سازم کم است. چون در آغوشش گرفته مهر افسون داده است، بحر مهرش هر نفس شکر خدا سازم کم است. با گفته ساکنان دهه چهارباغ مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 81 دارای 31 صنفخانه بوده 800 نفر خواننده در 3 بست علم و دانش می‌آموختند. اکنون که بینای علاوگی افتتاح شد معمای نبودن جای نشست برای خوانندگان از بین رفت. بینای علاوگی دوام 1 سال قامت راست کرد، زیرا سال 2024 در روز دانش سنگ اساس گذاشته شده بود و سهمگزاران عزم کرده بودند که پس از 1 سال یعنی ماه سپتامبر سال 2025 این بارگاه به استفاده داده می شود و آنها به مقصد و مرام خود رسیدند. از بنیاد دبستان ساکنان خرسند بوده به سهمگزاران منتداری خود را اظهار داشتند. اسماعیل ظریفی ساکن جماعت دهات کوسه‌تراش. امروز ما خوشبختیم که در دهه چهارباغ نو 7 صنفخانه علاوگی یعنی 2 اتاق کاری و 5 صنفخانه علاوگی ساخته و استفاده داده شد. مردم چهارباغ توانستند که در دوام 1 سال این بنای با حشمت را و ساخته به استفاده دهند. یعنی اون سپارش های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را اجرا کرده دستگیری کرده برای کودکان که در 3 بست تحصیل میکردند یک مکتب زمانوی را استفاده دادند. امروز در مؤسسه مذکور 31 صنف
به تحصیل فرا گرفته شده 31 سیم. این خیلی مکتب کلان است و زیاده از 800 نفر خواننده دارد. این هم یکی از تحفه های جناب عالی به مردم جماعت دهات کوستاراش. مردم جماعت دهات کوستاراش مخصوصا از رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده خیلی منت دارند که همیشه در بر خلق هستند و همیشه مردم را دستگیری میکنند